دوستان کراتین هم اینجا میتونید نحوه تشخیص کراتین اصل و اگه به دنبال یه فیلم نسبتا هیجانی هستید که توش بخواد زندگی یه شخصی نشون بده که توی آمریکا زندگی میکنه که وضع خیلی خوبی داره و تو صنعت موسیقی داره کار میکنه که درگیر یه سری مشکلات خانوادگی میشه، دزدی و نمیدونم گروگانگیری فرزندش اینا براش پیش میاد و میخواد این فیلمو نشون بده که از عرش به فرش رسیدن چی جوریه. من که دیگه دنزل واشنگتن دیگه باید این فیلمو حتما ببینید. الان بریم سراغ معرفی خیلی کوتاه این فیلم هایست تو لوست محصول سال 2025. دنزل واشنگتن ایز بک. آقای واشنگتن. این فیلم جدید اومده هم 2025 چند ماه پیش به اسم هایست تو لوست. بازی اسطوره دنزل واشنگتن. امتیاز IMDb این فیلم 5.6 و راتنش هم 84% دیگه. ویدیو بعدی که قراره بگیریم ویدیو نقد و بررسی این فیلم خواهد بود. پس همراهمون باشید دیگه. فعلا خدا نگهدار.